نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همونطوری که دوستان در جریان هستند، 2 هفته این برنامه اجرا نشد و انشالله از این هفته به بعد شنبه ها با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین برنامه زنده روز جمعه رو هم فراموش نکنید. در این برنامه انشالله در خدمت بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود با تماس‌های شما و موضوعاتی که مطرح می‌کنید و مانند همیشه در برنامه آن روی سکه سوالات شرعی پاسخ نمیدیم، چون این برنامه در شبکه جهانی نور همزمان پخش میشه و دوستان عزیزی که پرسش‌های شرعی دارن میتونن در برنامه فتوا یا پرسش و پاسخ در اونجا تماس بگیرن. اما در مورد شبهات مذهبی و مسائل روز، عزیزانی که میخوان در برنامه مشارکت بکنن، از همین الان شماره تماس برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتوانید در این برنامه تماس بگیرید. عرض سلام و ادب داریم خدمت همه عزیزانی که از طریق مسنجر هم پیام دادن در یوتیوب و 2 هفته به خاطر سفری که داشتم نتونستم که خدمت شما باشم در این برنامه، اما از این به بعد انشاءالله به یاری الله سبحانه و تعالی به طور منظم این برنامه در روزهای سه‌شنبه اجرا خواهد شد. عزیزان، در هفته‌ای که گذشت 2 موضوع مهمی که در جهان اسلام رخ داد، یکی قضیه آتش بسی که در غزه، آتش بس شکننده‌ای که در غزه اجرا شد و چند روزی میشه که مردم مظلوم و ستم دیده غزه بعد از تقریبا 2 سال کشتار و ظلم و ستم و ویرانی گسترده‌ای که در این منطقه توسط ارتش جنایتکار اسرائیل و همپیمانان و همکاران غربی و شرقی این رژیم جنایتکار رخ داد، نفسی کشیدن و خوشحالی و مسرت همه سرزمین‌های اشغالی، خاصتا غزه را علی الرغم وجود زخم‌ها و دردها و مشکلات و سختی‌هایی که مردم با آن مواجه بودند فرا گرفت. بر صورت همه ما شاهد هستیم و تاریخ گویای این مسئله است که دشمن، خاصتا یهود و نصارای جنایتکار که در رأس آنها آمریکای جنایتکار و خونخوار و رژیم صهیونیستی، هیچ وقت به پای میز مذاکره نمی نشینند مگر اینکه مصلحتی برایشان وجود داشته باشد و یا اینکه مجبور شوند که آتش بس یا مذاکرات صلحی رو قبول بکنند. و همه ما شاهد هستیم که در طی ماه‌های گذشته کشورهای منطقه یکی پی دیگری دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن،
افکار عمومی در سراسر جهان، خاصتا در غرب، بر علیه آمریکا و بر علیه رژیم صهیونیستی و بر علیه جنایت هایی که اونها در غزه در این 2 سال انجام دادن بیدار شد و عکس‌العمل هایی که حتی از ملت های خود آنها که سالها آنها رو به نام آزادی و دموکراسی و حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق کودک و حقوق زن فریب داده بودند برای همه مردم آشکار و هویدا گردید. دوستان عزیز، شماره تماس برنامه رو که هم واتساپ و هم تماس مستقیم خواهد بود زیرنویس میکنن و مانند همیشه تماس مستقیما با استودیو خواهد بود. تماس رو من انشاءالله جواب خواهم داد در اینجا و این هم شماره برنامه که عزیزانمون زیرنویس کردن. تشکر میکنم. از همین لحظه شما عزیزان میتوانید در این برنامه شرکت بکنید. بعد از 2 هفته توقف برنامه خواستم که این برنامه رو با شما عزیزان گفتگو بکنیم و دوستانی که میخوان شرکت بکنن در برنامه در مورد هر موضوعی که بخوان صحبت بکنن انشاءالله در این برنامه وقت کافی به شما عزیزان خواهیم داد. موضوع دیگر، البته در جریان آتش بس دیروز و پریروز تجمعی که در شرم الشیخ در مصر به وقوع پیوست و رهبران جهان در رأس آن آمریکا، ترامپ در آنجا آمده بودند و نکات خنده‌دار واقعا در این واقعا یک جلسه کمدی بود، یعنی خاصتا برخورد ترامپ با بعضی از سران کشورهای عربی و اسلامی و نمایندگانشان واقعا جلب توجه میکرد. تمسخر، توهین و اهانتی که به اونها انجام میداد. به طور مثال یکی از مسئولین یکی از کشورهای عربی اومد بهش اشاره کرد، گفت که بله این پول از پول، یعنی پول نقد هستن اینها. بر صورت این ذلت و خواری است که متاسفانه مسلمان ها وقتی که از اسلام دور شدن، از جهاد دور شدن، از مجد و عظمت اسلام دور شدن، گرفتار شدن که نمونه شما در این مذاکرات در اونجا دیدیم. اولین تماس رو از افغانستان میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. بخشش باشه جناب استاد، مزاحم کنم شدیم. اگر زحمت نمیشه در این شماره واتساپ و شماره واتساپ جناب مولانا سیب دهقان ارسال میکردین. باشه، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، حقیقتا شماره تماس جناب مولانا یا دیگر دوستان فرستادنش، اولا شاید خودشون راضی نباشن از این مسئله، ثانیاً 1-2 نفر نیستن که شماره طلب میکنن. حقیقتا بعضی از دوستان یعنی شکایت میکنن، یعنی تماس های متکرر، شب و روز، فرق زمان و مکان. میدونید که مثلا شاید برای شما خیلی وقت مناسب باشه برای تماس گرفتن، اما برای طرف مقابل شاید نیمه شب باشه. به همین دلیل بهترین راه تماس صفحات اجتماعی از فیسبوک، اینستاگرام، خاصا در اینستاگرام فعالیت دارن جناب مولانا، میتونید از اون طریق با ایشان تماس بگیرید و اگر پیامی دارید، پیام صوتی برای ما بفرستید، انشالله پیام شما رو با شماره تماستون برای جناب مولانا ارسال میکنیم. اگر ایشون خواستن با شما تماس خواهند گرفت. تشکر میکنم از این برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله جناب انصاری صاحب محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب انصاری صاحب یک سوالی داشتم، انشاءالله که رابطه با موضوع است. بفرمایید. جناب انصاری صاحب، این صلحی که میان فلسطین و اسرائیل شد واقعا یک دستاورد است برای فلسطین یا خیر؟ بعضی کسان میگن که واقعا یک توطئه است، یک کار یهود است، آمریکا پشت صحنه است و
نمیفهمه اون گپای پراگنده میزن واقعا دمی به نفع مسلمان ها هست یا خیر استاد انصاری؟ باشه چشم، حتما انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم. تشکر، خداحافظ جناب استاد عزیز. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید در اصل من خدمت شما این رو بیان بکنم اینجا. اصل بر این است که الله سبحانه و تعالی، ببینید دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، در سوره انفال آیهش هست. اصلا سوره انفال رو خاصتا در این گونه مواقع، در مواقعی که درگیری بین مسلمان ها و کفار در هر منطقه از جهان رخ میده، در فلسطین، در هر جای دیگر، دوستان سوره انفال، سوره توبه رو حتما باید بخوانید. خاصا سوره انفال خیلی مهم هست بخوانید، با ترجمه، با تفسیر از تفاسیر معتبر بخوانید. خیلی درس های بزرگی در این سوره وجود دارد، در سوره انفال، و بحث عموما در مورد جنگ و جهاد و غنیمت و صلح و ولا برا و این مسائل هست. اصل بر این است که الله سبحانه و تعالی هیچ وقت ذلت و خواری رو برای مسلمان ها نمیخواهد. الله متعال میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما اندوهگین نشوید، سست نشوید، شما برتر هستید هر وقتی که مؤمن باشید. یعنی اگر شما واقعا مؤمن باشید، واقعا به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشید، از شکست، از فتنه ها، از مشکلات و سختی ها، از هجرت، از بمباران ها، از محاصره ها، از این مشکلات و سختی هایی که در زندگی باش مواجه میشید نترسید، اندوهگین هم نباشید، ناراحت هم نباشید. شما در هر حالت پیروز هستید، در هر صورت شما برتر هستید اگر مؤمن باشید، یعنی اگر واقعا به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشید. به همین دلیل هر وضعیتی که برای مسلمان ها اتفاق بیفته در دنیا، به طور مثال مسلمان اگر کشته بشه شهید است. شیخ الاسلام ابن تیمیه یک حرف بسیار جالبی داره. شما میدونید که ایشان در طول زندگی خود سختی ها و مشکلات زیادی رو متحمل شد. دشمنان، تاجران دین فروشان، صوفی های مزخرف خاصتا توطئه ها بر علیه ایشان کردن و اکثر عمرش رو در زندان گذراندن. در زندان اکثر عمر خودش رو گذراندن و خیلی از تألیفات گرانبهایی که امروز از ایشان به جا مانده و در بین مسلمان ها منتشر شده، بعضیاش بعد از 600 سال 500 سال این کتاب ها نشر شده. حتی چند روز قبل در جمعی از علما و دوستان ذکر شد از یکی از علمای معاصر که همه عمر خودش رو وقف جمع‌آوری آثار شیخ الاسلام ابن تیمیه کرده. حتی میگفتن که مثلا میشنید که در هند، مثلا در کتابخانه دیوبند، مثلا در اونجا یک مخطوطی است، یک دستنویسی است به اسم شیخ الاسلام ابن تیمیه. میگن سفر میکرد، میرفت اونجا و این کتاب رو میخرید به مبالغ بسیار هنگفتی، گاهی اوقات مجبور بود که بخره چون بعضیا سوء استفاده میکردن. یا میشید که مثلا در موزه آثار مخطوط مثلا اسلامی در لندن چند صفحه مثلا از مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیه است. میرفت اونجا سفر میکرد و اینها رو جمع‌آوری میکرد تا اینکه موفق میشه که ایشان همه آثاری که از ایشان به جا مانده بود در سراسر دنیا همه رو جمع‌آوری بکنه و مجموع فتاوای شیخ الاسلام تیمیه، منهاج السنه و خیلی از کتاب‌های دیگر ایشان در همین 50-60 سال اخیر چاپ شده. شما تصور بکنید این شخص اکثر عمر خودش رو در زندان گذرانده، ظلم، شکنجه، تعذیب، وضعیت خیلی زشت و بدی که سپری کردن. اما حتی بعضی از شاگردانش میگن گریه میکردن که بعد از مرگشون چه خواهد شد. یعنی این عالم، این همه علم، این همه، امروز حتی دشمنان او در خیلی از موارد جایی که گیر میکنن
بعد استناد میکنن که والا حتی بعضیا اصلا کراهیت دارن که اسمش رو ذکر بکنن، میگن والا شیخ الاسلام در یکی از کتابای خود چنین گفته است. حرف جالبی داره، میگه که دشمنانم با من چیکار میخوان بکنن. انا جنتی و بستانی فی صدری، میگه جنت من، باغ من، آسایش و آرامی من در سینه من هست. اگر مرا بکشن شهید میشم، اگر مرا زندان بکنن با پروردگار خودم خلوت میکنم، اگر مرا تبعید بکنن به سیر و سیاحت در سرزمین الله سبحانه و تعالی میپردازم. دشمن چیکار میخواد با ما بکنه؟ این حال مسلمان واقعی است. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به جهاد میرفتن به نیت دو چیز نیکو و دو پیروزی و دو کامیابی، احدى الحسنیین میگفتن نصیب ما میشود، یا شهادت یا پیروزی. پیروز بشیم سعادت است، شهید بشیم هم سعادت است. این رو کسانی درک میکنن که مؤمن واقعی باشن. الله سبحانه و تعالی، برمیگردیم به سوال دوستمون، در سوره انفال آیه 60 دوستان اگر نشون بدن، در اینجا میفرماید که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما آمادگی بگیرید و از سلاح استفاده بکنید، از نیرو و قوت استفاده بکنید، و من رباط الخیل، و از اسب‌هایی که به اصطلاح آماده شده برای جهاد، ترهبون به عدو الله و عدوکم، که به وسیله آن بترسانید، هشدار بدهید به دشمنان الله و دشمنانتان. امروز میگن که تروریست، ارهابی یا به عربی مسلمان ها ارهابی هستند. بله، مسلمان ها وقتی که مورد ظلم قرار بگیرن، مورد شکنجه قرار بگیرن، باید مورد تجاوز قرار بگیرن، باید در مقابل دشمنانشان از نیرو و قوت و از ارهاب استفاده کنند. در اینجا حتی کلمه ترهبون بهی که در به معنی ترساندن، به معنی هشدار دادن، به معنی ایجاد خوف و وحشت در میان دشمنان هست. الله متعال به ما امر میکنه که ما باید از قوت استفاده بکنیم، ضعیف نباشیم، سست نباشیم. امروز مثلا از پیشرفته ترین سلاح‌ها باید مسلمان ها استفاده بکنن، به علم، به تکنولوژی باید اهمیت بدن و نه برای تجاوز و تعدی مانند کفار، بلکه برای دفاع از خود و برای دفاع از مظلومان جهان باید از نیرو و قوت استفاده بکنن. طبعا در بین مسلمان ها تنها در مقابل مسلمان ها کفار که نیستن، و آخرین من دونهم، و غیر از این کفار کسانی هستند از اینها پایین تر، لا تعلمونهم، شما آنها را نمیشناسید، شما آنها را نمیدانید، الله یعلمهم، الله آنها را میشناسد، میداند که اینها کیا هستند. اینا کیا هستند؟ منافقین هستند. منافقین در بین جامعه اسلامی هر زمان وجود داشتند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، در زمان خلفای راشدین، تا امروز هم هستند. یک کمی اگر به مسلمان ها ضرر رسید، میگه ما به شما نگفته بودیم، ما نگفته بودیم که این کارا رو نکنید. مثلا در مورد غزوه احد وقتی که مسلمان ها به جهاد رفتن، طبعا در اونجا شکست خوردن، شهید شدن، 70 و چند نفر از بهترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدن، تعداد زیادی زخمی شدن، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زخمی شدن. منافقین دیگه شروع کردن، مگه ما به شما نگفته بودیم نرید، نگفته بودیم این کارو نکنید، زورتون نمیرسه، اونها نمیدونم نیرو دارن، قوت دارن، سلاح دارن، فلان دارن. حتی در اون زمان هم این حرفا رو میزدن. اینها منافقین هستن، نه دل و گرده جهاد رو دارن که برن با مسلمان ها در مقابل دشمن بایستن، نه ایمان و صبر و پایداری رو دارن که تحمل بکنن این چیزها رو. همیشه حرفشون چی است؟ مسلمان ها شکست که بخورن چی میگن؟ میگن که ما گفته بودیم که شما نرید،
اما وقتی که مسلمان ها پیروز شدن در اون موقع چی کار میکنن؟ میگن که ما که با شما بودیم، ما با شما در جهاد بودیم، ما با شما کمک کردیم، ما همیشه در کنار شما بودیم، ما فلان بودیم، این بودیم، اون بودیم. همیشه از هر موقفی میخوان به نفع خودشون استفاده کنن. این صفت کی است؟ صفت منافقین هست. امروز هم تعدادی از منافقین میان چی میگن؟ حالا حماس مثلا بعد از 2 سال جنگ کردن، این همه کشته دادن، غزه رو خراب کردن، خب اینا چه سودی بردن؟ چی شد مگه؟ چه فایده ای کردن؟ این همه کشته دادن نتیجهش چی شد؟ اینها چون منافقن همه چیز رو بر اساس مادیات میسنجن. به طور مثال یکی میگفت خب ببین کفار رو ببین، ساختمان های بلند دارن، برج ها دارن، تکنولوژی دارن، در آسایش و رفاه زندگی میکنن. مسلمان ها رو نگاه کن، در به در، خاک به سر، وضعیت هر گوشه بری جنگ. اینها همه چیز رو بر اساس همین مادیات دنیا میسنجن. یکی دیگه مثلا چی میگفت؟ میگفت ببین کشورهای اسلامی در چه وضعیتی دارن زندگی میکنن، کفار دارن در چه وضعیتی زندگی میکنن. بله اونها ساختمانهای بلند ساختن، اما نتونستن انسانی با همت بلند بسازن. تکنولوژی رو خوب ازش استفاده کردن، اما در استفاده از انسانیت ناکام شدن. به خاطر همین خیلی از تحلیلگرانی که امروز این مسئله رو از این دیدگاه تحلیل میکنن که حالا نتیجه چی شد، اینها همیشه مادیات برایشان مهم هست. خانه ها خراب شد، زیربناها خراب شد، 60-70 هزار نفر کشته شدن، نتیجه چی شد؟ ببینید هیچ وقت نتیجه رو با آن چیزی که ما داریم میبینیم، آن چیزی که ما داریم حس میکنیم نباید بسنجیم. اگر اینطوری باشه خب رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه رفتن در جنگ احد، 60-70 نفرم شهید شدن، پس بی نتیجه بود. نتیجه چی شد؟ اما نتیجه احد چند سال بعد در فتح مکه آشکار شد. به هر صورت برمیگردیم، این همه این مقدمات به خاطر آیه بعدی بود که دوستان اگر که اینجا نشون بدن و این جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و اگر آنها مایل به صلح شدن، گفتن بیایید صلح بکنیم، حالا به هر سببی باشه. جنگ شد، شما هم اونا رو زدید، اونها هم شما رو زدن. در جنگ یعنی تنها این نیست که مثلا 60-70 هزار نفر از مسلمان ها شهید شدن، یهودی ها یعنی اسرائیلی ها هیچ ضرری ندیدن. نه، اونها هم به اندازه کافی ضرر دیدن. این آیه رو ببینید، الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می کند این یمسسکم قرح، اگر که به شما زخمی رسید، گزندی رسید، فقد مس القوم قرح مثله، اونها هم زخم دیدن، اونها هم کشته شدن، زخمی شدن. اونها نیست که همشون سالم باشن، یعنی هیچ مشکلی برای اینها ایجاد نشده باشه. و تلک الایام نداولها بین الناس، و این روزها رو ما میگردانیم بین مردم. یک روز مسلمان ها پیروز میشن، یک روز کفار پیروز میشن. هدف چی است؟ این یک امتحان است. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا که الله سبحانه و تعالی آشکار بکند مؤمنین واقعی را. و یتخذ منکم شهدا، و از بین شما شهدا را برگزیند. ببینید یتخذ منکم شهدا یعنی الله سبحانه و تعالی انتخاب بکند از بین شما. خیلی ها بودن آرزوی شهادت داشتن، 20 سال 30 سال در جنگ ها در جهاد شرکت کردن، اما هنوزم زنده هستن. یک نفری رفت در روز دوم سوم شهید شد. این شهادت بر اساس آرزو و هوا و هوس ما نیست. الله سبحانه و تعالی شهدا رو انتخاب میکنه، درون انسانها رو میبینه، درون مجاهدین رو میبینه، کدامشان مخلص است، کدامشان لیاقت شهادت رو داره، او رو به مرتبه شهادت میرسانه. والله لا يحب الظالمین، و الله سبحانه و تعالی ظالمین رو دوست ندارد. حکمت دیگر این پیروزی ها و شکست ها چی است؟
ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا الله سبحانه و تعالی کسانی را که مؤمن واقعی هستند اونها رو پاک و خالص بگرداند. مؤمن واقعی، باور کنید ما مسلمان ها باید از کودکان فلسطینی درس ایمان بگیریم، درس اخلاص بگیریم. طرف پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش شهید شدن، اما مردانه وای میسته در کودک 7 ساله 8 ساله وای میسته در جلوی میکروفون خبرنگار چی میگه؟ میگه همه ما فدای فلسطین، همه ما فدای اسلام. باید اینایی که امروز تحلیل میکنن بر اساس مادیات دنیا، باید از این کودک درس ایمان بگیرن، درس اخلاص بگیرن. الله سبحانه و تعالی این پیروزی و شکست ها رو میاره تا که انسان ها رو چیکار بکنه؟ پاک بگردانه. اگر آمریکا نمی اومد، ما این همه ملاها و مجاهدین و رهبران جهادی و قماندانان جهادی منافق رو از کجا میشناختیم؟ سیافوف رو از کجا میشناختید شما اگر که آمریکا نمی اومد؟ تا امروز اگر آمریکا نمی اومد فکر میکردید که یک مجاهد مخلص رهبر جهاد عالم بزرگ است. آمریکا اومد، چهره واقعیش معلوم شد، رفت در کنار کفار ایستاد برای مسلمان ها. این روزهای پیروزی و شکست رو الله متعال میاره تا چی بشه؟ این مؤمن واقعی و منافق رو از هم جدا بکنه. بعد از اون میگه که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما فکر کردید همینطوری میخواهید که بدون براحتی وارد جنت بشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، تا که قبل از این که الله آشکار بکنه مجاهدین واقعی رو و صابرین رو، انسانهای صبر پیشه واقعی رو، قبل از این که الله متعال آشکار بکنه شما میخواهید همینطور برید جنت؟ یا به اصطلاح امروز مثلا قبل از این که یک شاگردی که درس خوانده و یک شاگردی که درس نخوانده در کجا معلوم میشه؟ در امتحان کانکور معلوم میشه. کسی که 12 سال با واسطه و با پول و با رشوت رفته مثلا شهادت نامه گرفته، نمره گرفته، یا نه واقعا با جد و جهد و با تلاش و کوشش رفته درس خونده، رفته به یک مقامی رسیده، به یک مقام علمی رسیده، همه اینا کجا معلوم میشه؟ در روز امتحان معلوم میشه. و این پیروزی ها و شکست ها رو الله متعال میاره تا کسانی که واقعا مؤمن واقعی هستند و اهلیت وارد شدن به جنت رو دارن از کسانی که فقط ادعای دروغین دارن رو مشخص بکنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، میخواید همینطوری مفت وارد جنت بشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، قبل از اینکه الله مجاهدین واقعی و صبر پیشگان واقعی رو مشخص بکنه. امروز کسی که برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، همسرش، عزیزانش از دست داده و صبر میکنه و تحمل میکنه فرق میگیره با اون کسی که در کوچکترین مصیبتی تمام همه چیز رو میبازه، دین، ایمان، تقوا، همه چیز رو از دست میده. بعد از اون الله متعال چی میگه؟ ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. پیش از اون همه مثلا ببینید هر کس جلوی دور بله ما آرزو داریم که در راه الله متعال به شهادت برسیم، اما روز امتحان که اومد بعد ببین که در زیر زمین رفته در پناهگاه پنهان میشه. آرزوی شهادت رو همه میکنن، اما وقت امتحان بیاد اون وقت معلوم میشه که شهادت طلب واقعی کیست، مجاهد واقعی کیست، مؤمن واقعی کیست. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر که دشمن بعد از جهاد، بعد از درگیری که رخ میداد اگر مایل به صلح بود، شما صلح بکنید، چون مسلمان ها جنگ طلب نیستن. مسلمان ها جنگ طلب نیستن. در طول تاریخ با وجود این همه شبهاتی که دشمنان دید، اسلام با زور بوده، با شمشیر بوده، با قتل بوده، با فلان بوده، این بوده، اون بوده، جنایت بوده فلان، اما بیارن یک واقع اسلام گفته باشه. اما مثلا عملکرد بعضی از مسلمان ها به معنی نیست که اسلام گفته. در کجای قرآن و سنت گفته که مسلمان باید متجاوز باشه، مسلمان باید آدم کش باشه، مسلمان باید بره بکشه، خراب بکنه؟ مسلمان ها همیشه اولین کسانی بودن که دعوت به صلح، دعوت به سلم، دعوت به آرامش، دعوت به همزیستی مسالمت آمیز داشتن.
تا جایی که مورد تجاوز قرار نگرفتن هیچ وقت بر کسی حمله نکردن. گاهی اوقات این رو باید بگم که حالا برای بعضی شبهه ایجاد نشه، مسلمان ها وقتی که در جهاد به سرزمین هایی که حتی بر اونها حمله نکرده باشه حمله میکنن، به خاطر غنیمت، به خاطر گرفتن برده و کنیز و غارت کردن نیست، به خاطر آوردن عدالت در بین جوامع اسلامی است، جوامع غیر اسلامی. هدف اسلام آوردن عدالت است، اعلای کلمت الله است. هدف غنیمت نیست، هدف فتوحات نیست که والا چند 100,000 کیلومتر فتح شد و برای کار خیلی بزرگی. هدف فتح نیست، هدف آوردن عدالت، توحید و یکتاپرستی در بین انسان هاست. به خاطر همین وقتی که میگه دشمن مایل به صلح شد، شما هم صلح بکنید. نمیگه نه شما برید بزنید. و توکل علی الله، بر الله توکل بکنید. انه هو السمیع العلیم، الله سبحانه و تعالی شنوای دانا هست. پس وقتی که دشمن تقاضای صلح میکنه، شما صلح بکنید. و امروز باور کنید من در جمع تعدادی از علما و عزیزانی که از کشورهای مختلف، شاید بیش از 30-35 کشور دنیا از علما و دعوتگران چند روز قبل بودم، همه اینها متفق بر این بودن که بعد از حملات 7 اکتبر و جنایت هایی که در غزه رخ داد، توجه به اسلام، درخواست ترجمه های قرآن کریم به زبان های مختلف، مسلمان شدن انسان های عالم، دانشمند و شخصیت های بزرگ در سراسر دنیا، تماس گرفتن برای آشنایی با اسلام. تصور کنید یک مؤسسه ای هست به نام رکن الحوار. من این رو خدمت شما سایتش رو در اینجا نشون بدم. اینجا سایتش باز باشه من برای شما انشالله این نشون خواهم داد. در این مؤسسه بخش‌های مختلفی دارن که به زبان‌های مختلف مردم رو در سراسر دنیا دعوت میکنن به سوی اسلام. من لینکش رو دوستان عزیز این صفحه رو اگر نشون بدن، این کلمه رکن الحوار رو اگر بنویسید، طبیعتاً به زبان‌های مختلف دنیا هست. صفحاتی دارن که 24 ساعت دعوتگران نشستن به زبان‌های مختلف صحبت میکنن با کسانی که در مورد اسلام میخوان اطلاعات حاصل بکنن. رئیس این مؤسسه میگفت که قبل از 11 اکتبر ما مثلا روزانه 3,000-3,500 نهایتش 4,000 نفر تماس می گرفتن از کشورهای مختلف دنیا. بعد از 11 اکتبر تعداد کسانی که روزانه در مورد اسلام میخوان اطلاعات حاصل بکنن به بیش از 30,000 نفر تا 40,000 نفر رسیده و در هر دقیقه 1 نفر 2 نفر مسلمان میشن در سراسر دنیا. شما وارد این سایت بشید، میتونید که بخش‌های مختلفش رو حتی به شکل دیجیتال نشون میده که در هر لحظه چند نفر مسلمان میشن. ببینید بعضیا همه چیز رو گفتن بر اساس مادیات میسنجن. شهر غزه خراب شد، 60-70 هزار نفر به شهادت رسیدن. الله سبحانه و تعالی ببینید که به وسیله این واقعه میلیون ها انسان دیگر رو از آتش جهنم نجات میده. گاهی اوقات شهادت یک مسلمان سبب میشه که هزاران کافر دیگر مسلمان بشن و این معادله رو فقط کسانی درک میکنن که مؤمن و مسلمان باشن، به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشن. بر صورت الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که
وقتی که اونها درخواست صلح کردن شما صلح بکنید، متجاوز نباشید. بعضیا میگن که فریب کاری است، این دسیسه است، توطئه است. دقیقاً آیه بعدش همین را الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه. و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله. و اگر که بخواهند شما را فریب بدهند، تو را یا رسول الله فریب بدهند، خدا برای تو کافی است. میگن که انا اريد و انت تريد والله يفعل ما يريد. من یک چیزی میخوام، تو یک چیزی میخوای، ولکن الله اون چیزی که خودش بخواهد را انجام میدهد. گاهی اوقات اونا فکر میکنن که میخوان فریب بدن، میخوان مسلمان ها رو بر علیشون توطئه بکنن، اما الله سبحانه و تعالی میگه که فإن حسبک الله، الله برای تو کافی است. ما همیشه نمیگیم حسبی الله و نعم الوکیل. الله برای ما کافی است. الیس الله بکاف عبده. آیا الله برای بندش کافی نیست؟ بلکه کافی است. و اگر که بخوان شما را فریب بدن، الله برای تو کافی است. اما این به معنی نیست که مسلمان احمق باشه، مسلمان از زیرکی و هوشیاری استفاده نکنه. به این معنی نیست که مسلمان فریب بخوره. نه، مسلمان باید زیرک باشه، هوشیار باشه، توکل به الله. به این معنی نیست که تو برو با وجودی که میدونی که مثلا دشمن داره توطئه میکنه، داره تو رو فریب میده، تو فریب بخوری بری گوشه بشی بگه من توکل. نه، مسلمان باید زیرک باشه، هوشیار باشه، از دسیسه ها و توطئه های دشمنان باید آگاه باشه. به صورت این جواب سوالی بود که برادر عزیزمون پرسیدن و سوالی که در ذهن خیلی از جوان ها هست. خب بعد از 2 سال این همه شهادت، این همه خرابی، این همه ویرانی، دستاورد چی شد؟ ببینید دستاوردها رو گاهی اوقات 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال. حتی در زمان داستان شیخ الاسلام ابن تیمیه رو خدمتتون بیان کردم. خیلی ها گفتن که چه نیاز است، یعنی تو این همه ضد داری میکنی با اینها؟ فکر کن بابا، برو باشون راه بیا. یا آمدن به امام احمد بن حنبل گفتن که در مورد قضیه خلق قرآن مدارا کن باشون، با هم یه چیزی بگو، خودت آزاد بکن. اگر اونا اون روز مدارا میکردن، اون سختی ها رو متحمل نمیشدن، شاید امروز نصف امت اسلامی گمراه می بود. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیزان الله حفظم کنم. در مورد یک چی میخواستم کمی صحبت کنم. بفرمایید. همه حاضر از همه در همه دشمنای مسلمان ها، همه نتانیاهو است و همه ترامپ. لیکن من از همیا دیده و غضبم بالای کی هست؟ بالای همون مسلمان ها و بنام سردارای مسلمان هایی که همیشه تکیه به حقوق بشر دارن. باور کنیم از نتانیاهو و از ترامپ دیده من اینها را بسیار بد میبینم. نخواه در این قصال در مثال مدرسه های دینی، این قصال مثال شما درست مسلمان ها تمام تکیه هاشون به حقوق بشر است. وقتی که میبرن در اونجا چی میکنن؟ برآمد میکنن، همه سخنهاشون حقوق بشر. این خیلی میگفت حقوق بشر، این خیلی گفت ما اینا در رفتیم در فلان جا در جمع آمدی سمدرهای واج بود، فلان بود، حقوق بشر. این خیلی گفتیم نظرهای خودمون بیان کردیم. باور کن همین قدر با همین غضب میشه که میگو که نخود انسان تا این قدر عجب کور باشد که نداند که همین حقوق بشر برای همین نابود کردن مسلمان ها ساخته شده. همین حقوق بشر برای او ساخته شده است که هر جایی که یک مسلمانی واقعی باشه، هر دولتی که در اون مسلمان های واقعی باشه، باید همونها نابود کرده شوند. با هر یک توطئه در مثلا در فلسطین نگاه که هزارها چندین هزارها آدم ها در یک روز کشته ایستادند
میخواد سازمان حقوق بشر درباره نگرانی در فلان دولت هست که زنها را تحصیل نمیدن، نگرانی در فلان دولت هست که گشنگی هست. در تایید شد تمام سلاح ها را همه حقوق بشر خودش همه دولت هایی که اعضای حقوق بشر با اسرائیل داده شدن و هر روز مسلمان را کشته شدن و هر یک باره باز همین قدر همین حالت مسلمان ها میبینن. نمیدونم عقلی ها را گاو خورد است، خر خورد است، باز اما تکیه به حقوق بشر رو آن ترامپ اجاره تنج میکند که اجاره تنج میکند که فلانش شرطنامه میکنند. باور کرد همین دیگر نمیدونم به این حالت سر مسلمان هم خیلی تا دادگی هستن، همین خیلی به یک حالتی خرابی آوردگی هستن که حتی ما مسلمان ها را همین مسلمان ها را 90% مسلمان ها را به همین چیز باور کننده است که تنجی تمام دولت ها همین ترامپ وابستگی یا ای حقوق بشر. درست. و سردارای همین مسلمان ها به نام داموله ها به نام رهبران سیاسی مسلمان ها و حزبی و همین مردم هم باور میکنن که تصدیق میکنن که همه حقوق بشر دستگیری کرد، همین کارا خوب میشه یا ترامپ فلان چیزا اینجا کرد یا همه سخن برای نابود کردن مسلمان ها از چه ترامپ چه حقوق بشر. درست. همین یک واضح‌تر از استاد میفهمده همین چیزا رو با مردم. چشم حتما انشالله. تشکر از شما. الله نگهبان باشد. زنده باشید. سلامت باشید. ببینید الله سبحانه و تعالی برای ما بیان می کند این مسئله رو در آیات زیادی از قرآن کریم. ببینید دوست گرفتن، اعتماد کردن به کفار، این یکی از موارد خیلی مهمی است که در آیات متعددی در قرآن کریم روش تاکید شده و برای مسلمان ها بیان شده. من یکی از این آیات رو خدمت شما عزیزان در اینجا بیارم با هم این رو بخونیم. در سوره آل عمران آیه 28 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. میگه که مؤمنین کفار رو دوست و رفیق مورد اعتماد خودشون نمیگیرند به غیر از مؤمنین، یعنی بالای کفار اعتماد نمی کنن. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، و کسی که این کار رو بکند هیچ رابطه، هیچ علاقه با الله سبحانه و تعالی که انه ندارد. الا ان تتقوا منهم تقا، الا که کسی جانش در خطر باشه تقیه بکنه، یعنی ایمان و تقوا و دشمنی با کفار و این رو در درونش داشته باشه، اما به خاطر نجات خودش با اونها مدارا بکنه. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، و الله سبحانه و تعالی شما رو بر حذر می دارد از اینکه وارد این گونه اشتباه بشید و بازگشت همه شما به سوی الله سبحانه و تعالی است. ببینید دوستان عزیز، امروز کسانی که اعتماد میکنن به کفار، به سلاح کفار، دیدیم مثلا در حمله اخیری که در قطر صورت گرفت، همه اون سیستم هایی که آمریکایی ها داده بودن و در اونجا نصب کرده بودن به خاطر امنیت و دفاع، روزی که اسرائیلی حمله کردن هیچ کدومش کار نکرد. این نتیجه چی است؟ نتیجه اعتماد کردن به کفار. کشورهایی که هواپیمای F-35 از آمریکا خریدن بدون اجازه آمریکا نمیتونن روشنش بکنن. شما تصور بکن این کامپیوتر رو مثلا من از یک شرکتی خریده باشم، هر موقعی که بخوام برنامه آروسیکا رو اجرا بکنم باید ایمیل بزنم به این شرکت برای من یک کدی بفرسته، بعد من این کد رو وارد بکنم تا که کامپیوتر برای من روشن بشه. خب در این حالت شما همه اختیارتون رو در اختیار اون شرکت قرار دادید. اون شرکت چه وقت بخواهد شما میتونید برنامه اجرا بکنید، نخواهد نمیتونید اجرا بکنید. امروز سلاحایی رو که خیلی از کشورهای اسلامی از آمریکا خریدن، حکایتش همین است.
اختیارش دست اونهاست. هر موقعی که خواستن میتونن منفجرش بکنن، میتونن که از کار بیاندازنش، میتونن اصلا طوری عمل بکنه که شما نتونید از اون استفاده بکنید. به خاطر همین است که الله متعال میگه که وعدوا لهم ما استطعتم، شما آماده کنید خودتون قوت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفسیر این آیه میفرمایند الا ان القوة الرمی، آگاه باشید ای مسلمان ها که قوه‌ای که در اینجا ذکر شده، نیرویی که در اینجا ذکر شده تیراندازی است. از این بیشتر چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما آشکارا بیان بکنن؟ یعنی تیر و کمانتان رو، تیر و تفنگتون رو، بمب و هواپیما و راکت و تانگتون رو خودتون بسازید، و الا له و لورده میکنن اونها، خورد میشید در زیر چکمه های اونها. الله متعال نمیخواد که مؤمن مسلمان ذلیل باشه و خار باشه. بعضی میرن به خاطر چی؟ دیدیم در جلسه اخیر با ترامپ، خیلی ها میرن فکر میکنن که در کنار اونها باشن، در کنار آمریکا باشن، اینا بهشون عزت داده میشه، اینها براشون قدرت داده میشه، اینها میتونن حکومت بکنن. الله متعال در جواب اینها چی میگه؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کسانی که کفار رو میرن دوست خودشون میگیرن، من دون المؤمنین، به غیر از مؤمنین، با مجاهدین، با مجاهدین فلسطین، با مجاهدین افغانستان، با مجاهدین در سراسر دنیا دشمنی میکنن، میرن در کنار ترامپ وای میستن. به خاطر چی؟ ایبتغون عندهم العزه، آیا عزت رو در نزد آنها جستجو میکنند؟ ببینید چقدر واضح برای ما بیان شده. بعضیا فکر میکنن یعنی این مسائلی که امروز اتفاقاتی که میفته، هیچ دستورالعملی، هیچ بیانی در قرآن و سنت در مورد این، حتی بعضی فکر میکنن که نه یک کتابی است که بالای سر مرده باید خوانده بشه. ببینید این سیاست هست، این درس سیاست است که داره قرآن به مسلمان ها، به حکام مسلمان ها. ایبتغون عندهم العزه، آیا در نزد اونها عزت رو جستجو میکنید؟ فإن العزة لله جمیعا، و بدانید، آگاه باشید که عزت فقط در نزد الله هست. الله هست که به کسی بخواد عزت میده و به کسی بخواد ذلت میده. اما اینها عزت و ذلت رو در کجا جستجو میکنن؟ در نزد ترامپ، در نزد آمریکا. این آیه رو دیگه همه شما باش شاید آشنا باشید. قل اللهم مالک الملک، بگو بارالله، ای پادشاه پادشاهان، ای مالک همه هستی، تؤتی الملک من تشاء، به هر که بخوای تو ملک میدی، و تنزع الملک ممن تشاء، و از هر کسی بخوای ملکش رو میگیری، و تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر کسی رو بخوای عزت میدی، هر کسی رو بخوای ذلت میدی. این عزت و ذلت در دست الله سبحانه و تعالی است. بیدک الخیر و انک علی کل شیء قدیر، خیر در دست تو است و تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام استاد، زنده باشید. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، دارم باهاتون صحبت میکنم. استاد یک چند لحظه صحبت داشتم با کسانی که صدای منو میشنون. من همین الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم جای قمه رو سرمه و پشت کمرم خالکوبی کردم که نام من رو بنویسید. بر ایوان نجف نشد از نام سگ کف کتاب آلوده.
و یه زمانی با تمام وجود و تمام قوت و تمام اوقات زندگیم دنبال این بودم که هیئت میرفت و به این چیزا اعتقاد داشتم. ولی یه جایی شروع به قرآن خوندن و رفتم سمت قرآن و وقتی قرآن خوندم فهمیدم که این قرآن جدا کننده حق از باطله و ما نمیتونیم مسلمون باشیم ولی به جز الله از کسای دیگه مدد بخواهیم. از کسانی که صدای منو میشنون با همه وجود عاجزانه التماس میکنم بدون تعصب نرید قرآن رو بخونید که بخواد یه مهر تأییدی بر روی عقیده خودتون باشه. نه، قرآن رو بخونید که به حق برسید. شک کنید آقا شاید فردا شاید پس فردا بمیریم، روز مرگمون باشه، وقت واسه توبه نشه. این از من حقیریست، از من کوچیکیست، از من برادر هموطنتون. یک درصدی به عقیده خودتون شک کنید، ببینید شاید آقا من میگم دینی درسته که خود آدم بهش برسه، نه از پدر و پسر رسیده باشه. به خدا اسلام انقدر شیرینه، انقدر خدا کلامش تو قرآن انقدر واضح و گویا گفته که خوندنش سر تا سر نوره. یه انسانی که الان تو آفریقا، تو آمریکا، تو خارج باشه و قرآن بخونه محاله، اصلا از محالات بتونه به حق شیعه، مثلا حقانیت شیعه برسه، به حقانیت اسلام میرسه، به الله میرسه. ازتون خواهش میکنم بدون تعصب برید سمت قرآن، مطمئن باشید که هدایت میشید. الله اکبر، الله اکبر. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بداره برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه. الله نگهدارتون. الله نگهدار شما. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر میکنیم از این. ببینید نور قرآن وقتی وارد قلب یک انسان بشه دیگه جایی برای تعصب، برای خرافات، برای شرک و برای خواستن غیر الله سبحانه و تعالی نمیمانه. و این یک نمونش، یک انسان متعصب تا این درجه که حتی کلمات شرکی رو بر بدن خودش خالکوبی بکنه و بعد به وسیله قرآن کریم هدایت بشه. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی ایشان را و همه کسانی که به سوی توحید و یکتاپرستی روی آوردن رو حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بداره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد خوبی؟ سلامت باشید. خب یک سوالا که کوچولو داشتم امیر جواب میدادیم سوال من. خب امیر عباره جمله هست که سیاست های اسلامی و که اسلام سیاسی کدومش همین درست تر است؟ سیاست اسلامی درست است. اسلام سیاسی ببینید سیاست های اسلامی بله سیاست اسلامی بله برای که اسلام خورد ضعیف نشان دادن، مثال اسلام سیاسی میبرند از زیر یک چی میدرون یا حزبش میکنن کمتر باید یک درست. بعضی حکومت ها، بعضی شخصیت ها، بعضی از علما، بعضی از سران کشورها از اسلام برای سیاست های خبیث خودشون استفاده ابزاری میکنن. مانند حکومت ایران مثلا. شما مثلا الان شاید شنیده باشید همیشه داد میزنن از بیت المقدس، از فلسطین، در حالی که هیچ کدام اینها نه به بیت المقدس اعتقاد دارن، نه به قدسیت فلسطین و مسجد الاقصی اعتقاد دارن و این دینشان است. یعنی در دینشان میگه که اصلا این مسجد الاقصی و بیت المقدس در فلسطین نیست. اما امروز به خاطر فریب مسلمان ها از این مسئله استفاده میکنن. تشکر از شما برادر عزیز. بله استاد، باید سوالات که داشتم همین سبب چیست که تمام دولت های تقریبا تمام دولت های مسلمان نشین عموما در عموم مسلمان ها از امام خطیب سر کرده، مولای مثال عامی و از دیگر هاش از اینها دیده یک دختری مثال خریستانی، یک دختری نصرانی شجاعت زیاد هست. مثال همین مردمی که نصرانی هستن از ملت
فلسطین دفاع میکنه. نه که مردم مسلمان ما چی درد شده که گویا عموما تعلق ندارد، این درد بابایی وابستگی ندارد. همین سبب چی است؟ ببینید برادر عزیز، حسنا این فکر غلط هست که ما بگیم که یک دختر مسیحی در غرب مثلا شجاعتش از مسلمان ها بیشتر است. امروز زنان و دختران فلسطین، کودکان فلسطین در بین این بمباردمان و این جنایت و این وحشت و این بربریت در اونجا از بین آوارها بلند میشن، فریاد الله اکبر سر میدن و حاضر نیستن که در مقابل دشمن سر خم بکنن و تسلیم بشن. شجاعتی بالاتر از این شجاعت وجود دارد؟ این همه علمای مسلمانی که در کشورهای مختلف فقط به جرم حقگویی زندان هستند، در همین تاجیکستان، شما تاجیک هستید درست است؟ در همین تاجیکستان آیا هزاران نفر از علما و دعوتگران امروز در گوشه زندان هستند یا نیستند؟ البته هستند. برای چی زندان شدن؟ به خاطری که شجاع بودن، نترسیدن، حق رو گفتن، زندان شدن. چقدر از علما کشته شدن در تاجیکستان، در دیگر کشورها. به خاطر چی؟ به خاطر شجاع بودن، حق رو گفتن. اما امروز متاسفانه بعضی از رسانه‌های مغرض میارن یک تصویر یک دختری یا یک زنی یا شخصی رو، من نمیگم اون شجاع نیست، اما اون داره در کشوری صحبت میکنه که وقتی از فلسطین دفاع میکنه جرم محسوب نمیشه، کسی اون رو زندان نمیکنه، کسی اون رو نمیکشه. اما اون امامی، اون عالمی، اون دعوتگری که امروز در کشوری که دفاع از فلسطین، دفاع از مجاهدین جرم محسوب میشه و بلند میشه و حرف حق رو میگه و میره زندان یا شهید میشه یا شکنجه میشه، شجاع واقعی او است. تشکر از شما برادر. سلامت باشید. سلامت باشید. و این رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی از مسلمان ها به این توجه نمی کنن. امروز یک جنبه رو می بینن، بله در این شکی نیست که کار خوبی است، کاری کنون می کنن، اما بیایم اونا رو بر مسلمان ها برتریت بدیم، افضلیت بدیم، نه اینا از مسلمان ها بهترن، اینا از مسلمان ها شجاعترن، اینا از مسلمان ها نمیدونم انسانترن. نه، ببینید واقعا خنده‌دار است. الان مثلا در آلمان 4 تا آلمانی بلند میشن بر علیه اسرائیل تظاهرات میکنن، نه کسی اونا رو میکشه، نه کسی اونا رو شکنجه میده، نه کسی سرشون رو میزنه، نه کسی مادام اون رو زندان میکنه. درست است که این از انسانیتشون است. من بارها گفتم شاید یک نفر یهودی باشه، نصرانی باشه، حتی بت پرست باشه، کافر باشه، اما با وجدان باشه. امروز از آنچه که در فلسطین اتفاق میفته، وجدانشون، فطرت سالمی که در وجودش هست، اون عکس العمل نشون بده. این واقعیت هست. اما این فرق میکنه با این که در زیر بمباردمان و شکنجه و محاصره دشمن باشی و حرف حق رو بزنی و مردانه جانت رو از دست بدی و از دشمن نترسی. شجاعت واقعی این است. امروز تعدادی از مسلمان ها، خاصا بعضی از نسل جدید جوانان مسلمان، و این مسائل رو که میبینن چرا دلباخته اونها میشن که انگار اینها نمونه انسانیت و شرف و عزت و سربلندی هستن. بابا همین آلمانی که داره اونجا تظاهرات میکنه به طرفداری از فلسطین بر علیه اسرائیل، همین آلمانی میره رأی میده به همین حکومتی که تویی که امروز میری اونجا میخوای پاسپورت آلمانی بگیری تا امضا نکنی که من کشور اسرائیل رو به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و حاکم بر سرزمین هایی که زیر کنترلش داره به رسمیت میشناسم، تا اینو امضا نکنی بهت پاسپورت نمیده. همین آلمانی که سلاح‌های مختلفی رو در اختیار اسرائیل قرار میده تا مردم فلسطین رو در اونجا قتل عام بکنه. همین آمریکایی که همه سلاح، تجهیزات، پول، کمک سیاسی، اقتصادی، نظامی برای اسرائیل رو آمریکا مهیا میکنه. در اونجا 4 نفر بلند میشن تظاهرات میکنن برای اسرائیل. بعضی از مسلمانان ساده‌لوح ما فکر میکنن بله اینا انسانن، ببین تظاهرات کردن. اینو فکر نمیکنن که همین آمریکایی که تظاهرات میکنه 30-35% تکس میده به حکومتی که از پول تکس همینها سلاح درست میشه و فرستاده میشه، کمک میشه به اسرائیل.
خیلی باید در این مسائل دقت، یعنی گاهی اوقات به اندازه این برداشت ها و این برخورد ها خطرناک میشه که حتی مسئله بلا در خطر قرار میگیره. طرف اصلا داره تبلیغ میکنه برای کفار و داره بد میگه مسلمان ها رو. امروز مسلمان ها 4 تا حاکم ظالم و ستمگر و دیکتاتوری که بر بعضی از کشورهای اسلامی حاکم هستن، مسلمان ها اونا که نیستن، اونا نماینده مسلمان ها که نیستن. و خیلی از این ملت، به خدا قسم این ملت ها رو اگر آزاد بگذارن، باور کنید ملت مصر کافی است برای نابودی اسرائیل اگر بگذارن. و من بارها گفتم خیلی از این کشورها این ارتش ها، سلاح ها، بمب ها، اینا به خاطر این نیست که در مقابل دشمن استفاده بشه، اینا به خاطر سرکوب کردن خود ملت هاست. ما در مصر دیدیم ارتش مصر در مقابل اسرائیل جرأت نفس کشیدن نداره، اما در کودتایی که بر علیه رئیس جمهور شرعی و قانونی در مصر رخ داد، دیدیم که همین ارتش چگونه ملت بیچاره رو لطو پار کرد، به خاک خون کشید. چون این ارتش ها رو برای این نساختن که در مقابل دشمن، در مقابل کفار استفاده بکنن، برای این ساختن که ملت مسلمان رو سرکوب بکنن. و ما بدون در نظر داشت این واقعیت ها بیایم کفار رو بر مسلمان ها ترجیح بدیم، این اشکال عقیدتی ایجاد میکنه برای انسان. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. باشه که وقت کنم میگیم جناب استاد، اگر بعد از برنامه‌تان حدود 10 دقیقه وقت می داشتین یک کم در یک موضوع شخصی بود صحبت میکردیم جناب استاد. والا قول نمیدم به شما، چون دقیقا بعد از برنامه وقت نماز هست. شما اگر که پیام صوتی بگذارید انشالله من سعی میکنم که با شما تماس بگیرم از طریق واتساپ. جناب استاد اگر مستقیم باشه یا صوتی باشه تصویری هدف می است یک بار امرویتون صحبت کنم، یک موضوع شخصی است. خیلی مشکل نیست، دمی شماره واتساپ بعد از نمازتان اگر زحمت نمیشه تماس میگرفتین. خوب است. بسیار مشکلی شبکه شما را پیدا کردم و بسیار مشکل خودتان را پیدا کردم جناب استاد. خوب است، شما پیام بگذارید. من امشب که قول نمیدم، اما فردا انشالله حتما تماس میگیرم با شما. فردا شب جناب استاد؟ فردا روز انشالله. من به شبکه شما قبلا یک سلام ماندم، مگم بعد دیگر چی مسیج کردم دیگه مسیجای ما به شبکه شما ارسال نشد. نمیفهم چرا، مشکل چی است؟ نه، واتساپ پیام بدید حتما به ما میرسه. به همین شماره پیام بدید حتما میرسه. شماره فعلا که واتساپ برنامه‌تون است؟ بله. یک پیام میمونم جناب استاد اگر زحمت نمیشه. اسم شما برادر عزیز؟ بله. اسمتان؟ راشد برادر. خوبه، من شماره شما رو یادداشت کردم. شما پیام بگذارید، من حتما میشنوم پیامتون رو. تشکر از شما. سلامت باشین. یک جنس با جناب زنده باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نکته رو خدمت شما ایزان بیان بکنم. بعضی از دوستان، من یک بار دیگه هم اینو بیان کرده بودم، وقتی پیام میدم به واتساپ سلام علیکم، خب ما طبق نوبت پیام رو جواب میدیم. ما شاید یک روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد جواب می نویسیم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعد می نویسن میشه یک سوال بپرسم؟ خب 2-3 روز بعد دوباره نوبتشون میرسه. بله بفرمایید سوالتون رو بپرسید. بعد جواب میده من دارم با سالنساری صحبت میکنم. بله شما دارید با من صحبت میکنید. البته دوستان دیگری هستن که پاسخ میدن بعضی اوقات پیام ها رو. بله بفرمایید. خلاصه این تعارفات 1 ماه طول میکشه. بعد از 1 ماه سوال اصلی رو میپرسه.
لطفاً وقتی که پیام میگذارید در واتساپ شبکه سلام علیکم و رحمت الله، حالا تعارفاتتون رو بکنید، پیامتون رو کامل، سوالتون رو کامل بپرسید و ما در همون دفعه اول جواب شما رو بدیم. این تعارفات و منتظر جواب سلام موندن و دوباره پیام دادن اینا نیاز نیست. در همون پیام اول هر آنچه که دوست دارید بپرسید، پیام کامل بگذارید، انشالله دوستان جواب خواهند داد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بعضی از عزیزانی که تماس میگیرن لطفاً دقت بکنید که اینترنتتون وصل باشه، چون گاهی اوقات به خاطر ضعیف بودن اینترنت تماس ها وصل نمیشه. دوستان این مسئله رو دقت بکنن. بیننده گرامی بفرمایید. یکی از موضوعات دیگری که در هفته گذشته رخ داد، من در مورد پاکستان قبلا هم صحبت کردم که اصلا تأسیس این حکومت و این دولت بر اساس یک خیانتی که به اسلام و به مسلمان ها در شبه قاره هند صورت گرفت می باشد و اینها در طول تأسیس پاکستان خدمتی برای اسلام و مسلمان ها نکردند. همیشه در خدمت مصالح دشمنان اسلام و مسلمان ها قرار گرفتند. اگر در دوران جهاد بر علیه روس‌ها در کنار به مجاهدین کمک کردن، من دارم در مورد دولت صحبت میکنم، یعنی مسئله ملت پاکستان جداست، در کنار مجاهدین قرار گرفتن به خاطر چی بود؟ به خاطر که آمریکا این رو میخواست، به خاطر که غرب این رو میخواست، به خاطر که آمریکا و غرب میخواستن انتقام از اتحاد جماهیر شوروی بگیرن یا جلوی پیشروی اتحاد جماهیر شوروی رو به آبهای گرم خلیج بگیرن. به خاطر همین بود، یعنی به خاطر رضای خدا در طول تاریخ اینا کاری نکردن. گاهی اوقات شاید بعضی از سران حکومتشون، بعضی از اشخاصی بودن که حالا به شکل شخصی به خاطر خدا یا به خاطر اسلام اگر کاری کرده باشن، اما بالعموم سیاست کلی پاکستان این بوده. در هفته اخیر پاکستانی اومدن ادای آمریکایی‌ها رو در بیارن و به بعضی از هدف‌هایی در داخل خاک افغانستان به خاطر اینکه در اینجا سران طالبان پاکستانی هستن حمله کردن در کابل، در بعضی شهرهای دیگه و طبیعتاً نیروهای نظامی در افغانستان هم در امارات اسلامی هم پاسخ اینها رو دادن و درگیری‌هایی در مرز رخ داد که هر دو طرف مدعی هستند که تعدادی از افراد طرفین در این درگیری کشته و زخمی شدن. به هر صورت اگر دقت بکنید در طول این 30-40 سال اخیر همیشه سیاست پاکستان در قبال افغانستان یک سیاست مغرضانه بوده، یک سیاستی بوده که بر اساس حسن امجواری یا اسلام یا مسلمانی یا انسانیت یا حقوق بشر یا حقوق همسایگی نبوده. همیشه پاکستان نقش یک خائن، نقش یک جنایتکار رو در پشت پرده یا پنهان یا آشکار بر علیه ملت افغانستان مجاهد. همون مجاهدینی که در جهاد اول، در جهاد بر علیه روس‌ها در پاکستان بودن و پاکستان بهشون کمک میکرد،
به خاطر مصالح غرب و اهداف خاصی که داشتن، دیدیم که بعداً همونها مورد آزار و اذیت و شکنجه و زندان پاکستانی ها قرار گرفتن. اما آنچه که جالب است این است که بعضی از وطن فروشان و بعضی از فاحشه های سیاسی که در 20 سال جمهوریت غیر از ظلم، جنایت و خیانت در حق مسلمانان و ملت افغانستان کار دیگری نداشتن، اونها وقتی که ترامپ گفت بگرامو پس میگیرم، شروع کردن به رقص و پایکوبی و حتی بطری‌های شراب رو آوردن در بعضی از رستوران‌ها در تاشکند و در بعضی شهرهای دیگر شروع کردن به شراب نوشی و رقص و پایکوبی که بله دیگه دوباره دوران اینها برگشته و دوباره اینها برمیگردن به افغانستان و دوباره همان آش است و همان کاسه و همان خیانت و همان جنایت و همان ظلم و ستم. حتی به اندازه اینها انسان‌های پست و بی‌شرف و بی‌وجدان هستند که بعد از این درگیری‌های اخیر سر مرز با پاکستان خوشحال هستند که بله حالا پاکستان درگیر شده با امارت اسلامی و به زودی دوباره این حکومت سقوط میکنه و ما دوباره برمیگردیم به افغانستان. همون مسئله که میگن شتر در خواب بیند پنبه دانه، اینا هم دارن خواب و خیال همان دوران جمهوریت و دوران لندغری خودشون رو دوباره میبینن. در اینجا چند نکته رو باید بیان بکنیم. اول این که بین کشورهای اسلامی از زمانی که استعمار انگلیس یا مستعمرین دیگری که در کشورهای دیگری بودن وقتی که این کشورها رو ترک کردن، همیشه یک نقاط اختلافی رو در بین کشورهای اسلامی گذاشتن، در بین مرزها گذاشتن تا هر وقتی که خواستن مداخله بکنن، هر وقتی خواستن فتنه ای رو در اونجا به پا بکنن، این بمب‌های ساعتی در اونجا باشه. و همه ما میدونیم که این خط مرزی که بین افغانستان و پاکستان کشیده شد که با نام خط دیروان معروف است، یک توطئه است، یک جنایت است، یک خیانت است در حق هم مسلمانان هند در اون وقتی که پاکستانی وجود نداشت و هم در حق مسلمانان در افغانستان. و این همان نقطه است که استعمار انگلیس بعد از عقب نشینی از افغانستان تعیین کرد که هر وقتی که بخواد از اینجا به عنوان یک وسیله‌ای برای تضعیف هم مسلمانان در هند و پاکستان و هم در افغانستان استفاده بکنه. و جنگ و درگیری بین افغانستان و پاکستان نه به مصلحت افغانستان است و نه به مصلحت پاکستان است. به خاطر همین چه عقلایی که در پاکستان هستند چه در افغانستان هستند باید جلوی این آتش رو، جلوی این جنگ رو، جلوی این خونریزی رو بگیرن، چون دودش به چشم همه میره و نه به مصلحت افغانستان است و نه به مصلحت پاکستان. و پاکستانی ها خوب باید بدانن که افغانستان دیگر اون افغانستان سابق نیست که هر کسی بخواد حمله بکنه و هر کسی بخواد هر غلطی که بخواد در اونجا بکنه. و مردم افغانستان همیشه به متجاوزین از در طول تاریخ، چه در بعد از اسلام چه قبل از اسلام، این سرزمین درس هایی از عبرت داده به کسانی که چشم طمع دوختن به این کشور. اما این رو یقین باید بدانیم که دولت پاکستان یک دولت خائن، یک دولت جنایتکار، یک دولت غلام برای غرب و برای آمریکاست. و سخنرانی شهباز شریف رو در شرم الشیخ در مصر دیدیم در مقابل ترامپ. تعریفی که از ترامپ کرد، کم مانده بود فقط بره دست و پای ترامپ رو ببوسه. یعنی فقط همین مانده بود، دیگه هر چی که بود گفت. ترامپ رو در سطح یک فرشته بالا برد. و اینها فقط در پی این هستن که یک آشوب، یک بدبختی در افغانستان ایجاد بشه تا اینها از ورای اون استفاده بکنن، استفاده مادی بکنن. و در دوران جهاد اول و در دوران مهاجرت افغانها در پاکستان دیدیم که از مسئله مهاجرین افغان در پاکستان چقدر این حکومت سوء استفاده کرد و چقدر به نام مهاجرین از کشورهای مختلف اینها پول اندوختن و اصلا پاکستان شد بعد از آمدن مهاجرین افغانستان به این کشور و بعد از
تجاوز شوروی به افغانستان. بر صورت امیدوار هستیم که این جنگ صورت نگیره و عقلا و انسان‌های با حکمت و دانشمند در هر دو طرف از بروز یک فتنه و جنگ و درگیری که غیر از بدبختی و مصیبت برای مسلمان ها نتیجه دیگری نخواهد داشت رو جلوشو بگیرن، چون چه در این طرف مرز چه در اون طرف مرز مسلمانانی زندگی میکنن که بدور از این بازی های سیاسی که در منطقه و در جهان وجود داره، اونها قربانی این مصیبت ها خواهند شد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد اجمل، دو کشور مسلمان، بالاخره اینها مسلمان هستند و ملت‌هایشان مسلمانند، اما اینجا سوال اینجاست که چرا کشورهای عربی مخصوصا یا این 56 کشور مسلمان جهان وساطتی نمی‌کنند، یک گرد همایی، یک جلسه‌ای بذارن، اینها رو دعوت به صلح و آشتی کنن، بین اینها یه میز گردی باشه، ببینن اینا اختلافشون سر چیه، عاقلانه این خسارت‌ها کمتر شه. دقیقاً انرژی و نیروی مسلمان باید جمع بشه برای بقا و برای رشد کشورش، نه اینکه بیان همدیگر رو بزنن و داغون کنن، منابعشون رو ببرن که اینها رو بیشتر کنن. آیا تا کنون کشورهای عربی خلیج فارس کمکی کردن برای صلح این دو نفر، این دو کشور؟ لطفاً توضیح دهید. بله، عربستان سعودی چند روز پیش، تشکر از شما، من صحبت میکنم. عربستان سعودی چند روز پیش بیانیه صادر کرد و از دو طرف خواست که خلاصه به این آتش دامن نزنن و از صبر و حکمت کار بگیرن. البته تلاش‌های صورت گرفته، منتها حرکت‌های پاکستان همیشه در طول تاریخ از زمان تأسیس این کشور در راستای مصالح دشمنان اسلام بوده و این یک واقعیت است. این به معنی نیست که حالا من از افغانستان بخوام دفاع بکنم. بودن در طول تاریخ مثلا طرفداری حکومت‌های زمان شاه، زمان داوود، زمان کمونیستا از بعضی از حرکت‌های قومگرای استقلال طلب در پاکستان، خاصا در منطقه پشتون نشین، اینا هم کار عاقلانه‌ای نبوده، کار احمقانه‌ای بوده. سالها مثلا خان عبدالولی خان و خان عبدالغفار خان و حزب قومگرای پشتونهای پاکستان از بیت المال افغانستان خوردن، حقوق داشتن حتی اونها از طرف دولت افغانستان، اما نتیجه چی شد؟ هیچ. چه دستاوردی برای ملت افغانستان داشتن؟ هیچ. به همین دلیل درست است که شاید اشتباهاتی از طرف بعضی از حکومت‌ها در افغانستان هم صورت گرفته باشه، اما علی کل حال اصلا وجود این مرز یکی از دسایس انگلستان برای شعله‌ور کردن جنگ بین افغانستان و پاکستان هر زمانی که اونها بخواهند، این خط اختلافی مرزی که بین افغانستان و پاکستان است. چون میدونید که در آن طرف مرز در پاکستان میلیون ها پشتون زندگی میکنن که امتداد پشتون های افغانستان هستند و اصلا این سرزمینی که امروز به نام ایالت پختونخوا یا که مرکزش پایتختش به اصطلاح پیشاور است، این سالها جزئی از سرزمین افغانستان تاریخی بوده و بعضی از قبایلی که هستن نصفش در افغانستان است، نصفش در پاکستان است و این تنها در افغانستان نیست. مشکلات مرزی بین ایران و عراق که سبب جنگ 8 ساله شد، بعد از ترسیم حدود از طرف استعمارگران، نقاطی رو گذاشتن در مرزها که هر موقعی خواستن این مشکل سبب شعله‌ور شدن جنگ بین دو کشور بشه. حتی بین ازبکستان و تاجیکستان، بین قزاقستان و تاجیکستان، بین هند و پاکستان، مثلا کشمیر. شما فکر کنید یک منطقه‌ای رو به نام کشمیر نصف کردن، نصفش رو دادن به پاکستان، نصفش رو دادن به هند. خب طبیعتاً مسلمانانی که در کشمیر هند زندگی میکنن خودشون رو جزئی از مسلمانانی حساب میکنن که در پاکستان هستن.
به خاطر همین چندین جنگ بزرگ بین هند و پاکستان سر همین منطقه بوده. حتی بین بعضی از کشورهایی که یعنی از یک قوم هستن، از یک زبان هستن، از یک مذهب هستن، شما تصور کنید بین عربستان سعودی، بین قطر، بین کویت و بین عراق، همیشه هیچ کشوری وجود نداره خاصا در بین کشورهای اسلامی که یک نقاط مرزی متنازع علیه بینشون وجود نداشته باشه. سیمای خاردار و دیوار و پاسگاه ها و نمیدونم سر یک متر خاک به جان هم دیگر بیفتن، هم دیگر رو بکشن. مثلا 8 سال جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته و زخمی و معلولی که آثارش تا امروز در ایران و عراق مشاهده میشه. سر چی است؟ سر 4 تا چای نفت. آره این میگه از من است، این میگه از من است. اما خودشون رو ببینید، بین آلمان و بین فرانسه مرز است، بین انگلستان و بین مثلا کشورهای همجوارش مرز است، اصلا کل اتحادیه اروپا بینشون مرزی وجود داره، سیم خارداری وجود داره، پاسگاه مرزی وجود داره، ویزا و پاسپورتی وجود داره. شاید کلیپاشو دیده باشید، طرف خونش مثلا نصفش در هلند است، نصفش در دانمارک است. جالب بود، من کلیپی رو دیدم میگه که مثلا طرف خونه درست کرده سر مرز، نصفش خاک هلند است، نصفش در خاک دانمارک است. میگه نصف خونه رو پول برقش رو به این حکومت میده، نصف خونه رو پول برقش رو به این حکومت میده. 2 تا لامپ است در سالن، یکیش این طرف یکیش این طرف. این لامپ پولش به شرکت برق مثلا دانمارکی داده میشه، این به هلندی داده میشه. ببینید اونا بینشون این، در حالی که همونا 100 سال پیش جنگ جهانی اول و دوم رو که شاید بیش از 100 و چند میلیون انسان کشته شدن رو مگر کیا را انداختن؟ همونا. مگر فرانسه با آلمان، آلمان با روسیه، روسیه نمیدونم با همینو با به جان هم دیگه نیفتادن، همدیگه رو لط و پار نکردن؟ چقدر بینشون کشتار و جنایت و وحشت و بربریت اتفاق افتاد. اما بالاخره به این نتیجه رسیدن که این مرزها رو باید بردارن. پولشون رو یکی کردن. شما پول مثلا در فرانسه یورو داری، در آلمان هم همون یورو رو میتونه استفاده بکنی. اما اومدن در بین کشورهای اسلامی سیم خاردار کشیدن، مرز کشیدن، مناطق اختلاف رو ایجاد کردن و 4 تا انسان احمق و مزدور و دیکتاتور و طاغوت رو بر کشورهای اسلامی مسلط کردن که هر موقعی که اونا خواستن اینا به جان هم دیگه بیفتن. بعد مگر کشته و زخمی و در به در و خاک به سر فرزندای اونا هستن؟ نه، ملت‌های بیچاره. واقعا گاهی اوقات خنده‌دار است، خنده‌دار که امروز مثلا یک پرچمی رو به نام پرچم تاجیکستان، یک پرچمی رو به نام پرچم افغانستان، یک پرچمی رو به نام پرچم پاکستان، یک پرچمی رو به نام پرچم ایران، اینها رو مقدس کردن. چپ نگاه بکنی تو خائن به این ملت هستی. چنان این رو مقدس کردن که انسان دیندار مسلمان نزدیک است که به این پرچم سجده بکنه. و این پرچمی رو که استعمارگران نقشه‌هاش رو کشیدن، در ساینس ویکو نشستن این پرچم ها رو حتی رنگ هایشون رو انتخاب کردن. 100 سال پیش طرف از بخارا بلند میشد میرفت بلخ، از بلخ میرفت هرات، از هرات میرفت نیشابور، از اونجا میرفت اصفهان، یزد، از اونجا میرفت بغداد، از اونجا میرفت تبوک، میرفت مدینه، مکه. کسی نمیپرسید پرچم تو چه رنگ است، تو تابعیت کدام کشور رو داری، پاسپورت داری یا نداری، ویزا داری یا نداری. ببینید در 100 سال به جای دین، به جای قرآن، پرچم رو مقدس کردن. خط مرزی رو که یک جاسوس انگلیسی، یک افسر اداره مستعمرات انگلیسی اومده بین 2 تا کشور مسلمان کشیده، امروز برای این مسلمان احمق این خط چنان مقدس است که تو پایت اون طرف بگذاری به خاک ما تجاوز شده. و متاسفانه امروز این حماقت
امروز در بین ایرانی هم هست، افغانی هم هست، تاجیکی هم هست، پاکستانی هم هست، در بین همه مسلمان ها متاسفانه است. مرزی رو که مستعمر انگلیسی برای ما تعیین کرده برای ما شده مقدس. پرچمی رو که اونها برای ما رسم کردن، برای ما رنگش اونا انتخاب کردن. شما الان ببینید مثلا کشورهای عربی رو پرچماشو کنار هم بگذارید، فلسطین، سوریه، اردن، نمیدونم همین کشورها رو، همشون یک رنگ است. یکیشو سرخ و بالا گذاشته، سیاه رو پایین گذاشته، یکی رو سبز و بالا گذاشته، سفید رو پایین گذاشته، یکیشو اینطوری یک مثلث کشیده، یکیشو اونا درست کردن. حتی من یک مقاله رو خوندم از یک بریتانیایی میگه که در یک شب نشسته 50 کشور اسلامی رو پرچمش رو درست کرده و این پرچم ها امروز چنان مقدس شده برای مردم، چپ نگاه بکنی چشمتو در میارن، در حالی که برای ما باید قرآن مقدس باشه، پیامبر مقدس باشه، الله مقدس باشه، شاعر دینمون برای ما مقدس باشه. پرچم رو برای ما مقدس کردن. تا به اندازه‌ای که امروز در کشور اسلامی کسی به قرآن توهین بکنه، به شاعر دین توهین بکنه، حکومت ها مردم عکس العمل نشان نمیدن، اما اگر به پرچم توهین کرد وای به حالش. اونا برای ما این مرزها رو کشیدن، اونا برای ما این پرچم ها رو، اونا برای ما این وطن ها رو نقشش رو کشیدن و ما امروز با حماقت و جهالت و تعصب بیجای خودمون اینا رو کردیم برای خودمون مقدس. و از همین جهالت و از همین تعصب و از همین حماقت ما دارن سوء استفاده میکنن و ما رو به جان هم دیگه میندازن. این طرف یک پشتون هست، یک قبیله است. 100 سال پیش بگردی همه اینا فرزندان یک انسان بودن. نصفش این طرف شده پاکستانی، نصفش این طرف شده افغانی. به جان هم دیگه افتادن. مگر حدود 800 سال پایتخت تابستانی فرمانروایان هند و افغانستان و پاکستان کابل نبود؟ مگر پایتخت زمستانی همین امپراتوریا دهلی نبود؟ مرز بود اون موقع بین این کشورها. نه تنها بین کشورها، در داخل خود کشور، این شمالی است، این جنوبی است، این مشرقی است، این مغربی است، این نمیدونم اصفهانی است، این هراتی است، این مزاری است، این تخاری است، این بدخشی است، این برزابی است، این خجندی است، این یکی نمیدونم آذربایجانی است، این یکی کرد است، اون یکی لور است، این یکی تاجیک است، اون ازبک است، این قرقیز است. اون چقدر بدبختیم ما که یک نفر نشسته 100 سال پیش یک مرزی رو بین ما کشیده، امروز این شده خط قرمز ما. الله المستعان. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. میخواستم با جناب استاد انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. بله جناب استاد. بفرمایید، شما دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. جناب استاد، میخواد از افغانستان ولایت هرات به تماس شدم. صدیق رسولی هستم. بفرمایید جناب رسول. میخواستم نظر شما در مورد نتیجه جنگ اسرائیل و فلسطین، نظر شما ببینم که فایده این جنگ، نتیجه این جنگ به نفع کی شد؟ جناب رسولی صاحب مثل این که شما دیر رسیدید. من در شروع برنامه فکر کنم در نیم ساعت بعد برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم. اگر به یوتیوب برگردید و برنامه رو از اول ببینید انشالله جوابتون رو دریافت خواهید کرد. مفصل در این مورد صحبت کردم. خواهش میکنم، زنده باشید. تشکرش. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید.
لطفاً صدای گیرنده رو ببندید. بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد انصاری، اول قبل از هر چیز به خاطر الله من شما را دوست دارم. الله متعال شما رو دوست بداره و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. همچنین شما سپاسگزارم. آقا من ایرانی اهل شیراز از تهران با شما تماس میگیرم. ماشاءالله. ایرانی از شیراز در تهران. بفرمایید. بله، اهل اصالتا شیرازی از تهران با اجازه شما. بفرمایید. استاد بزرگوار، درباره این پرچم و مرزبندی ها که گفتیم که بسیار، یعنی مسئله بود که من خودم به شخصه و خیلی های دیگه به این قضیه اصلا هیچ وقت فکر نکرده بودیم. واقعا خیلی جالب بود، خیلی واقعا آموزنده بود، قابل تأمل بود. یعنی سپاسگزارم از این اطلاع رسانی جالب. سلامت باشید. بزرگوار هستید، خدا شما رو حفظ کنه. بزرگوار، یه دغدغه بنده و انواع و امثال بنده که حالا شیعه زاده بودیم، بعداً به قول یعنی با این آگاهی های شما و دوستان شما، همکاران شما به حقیقت پی بردیم. یکی از دغدغه هامون اینه حقیقتاً کجا ما زندگی کنیم. جناب استاد انصاری، ما کجا باید بریم، کجا زندگی کنیم که آقا من خودم میدونم فردا توی تهران یا توی شیراز بیفتن بمیرن به روشی که پدران ما رو دفن کردن، اسماعیل فهمیا فلان ابن فلان، میگه ملائکه میاد از تو ایران میپرسه اینجوری بگو، به مرده حرف میزنن بهش میگن تلقین. حتما شما در جریان بهتر از من. ما آقا این مسائل نداشته باشیم چه کار باید بکنیم استاد؟ واقعا ما که دغدغه هامونه. ببینید این اصلا در این مورد فکر نکنید. ببینید الله سبحانه و تعالی امروز خیلی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که در سرزمین های دوردست، در آفریقا، در همین ایران، در عراق، در سرزمین های مختلف برای جهاد رفتن، برای دعوت رفتن، برای نشر دین رفتن. امروز نه قبری از اونهاست، نه در اونجا یادگاری از اونهاست. اما آیا این به معنی این است که خدای نکرده اونها ضایع شدن؟ نه. شما یک مسلمان هستید، یک مؤمن هستید. چه انسان در دریا غرق بشه، چه در زیر آوار بمونه، چه بسوزه، چه شهید بشه، چه در گوشه‌ای بدون اینکه کسی نام و نشانی از او داشته باشه بمیره، به این معنی است که خدا یا الله سبحانه و تعالی شما رو ضایع میکنه. آنچه که برای یک انسان مسلمان مهم است اعمال انسان هست. امروز مثلا ما علمای بزرگواری که امروز در تاریخ هستن، امام بخاری، امام مسلم یا مفسرین، محدثین، امروز بعضی از اینها قبرشون معلوم نیست که در کجا هست. خیلی از صحابه مثلا شما در بقیع برید نمیدونید که قبر کی است. عذرخواهی میکنم صداتون رو قطع میکنم، خیلی معذرت میخوام. مسئله این نیست که بعد از من قبر من کجا باشد، مسئله این است که اون طریقه تدفین و تکفین، آیا اون طریقه اهمیتی نداره؟ بهش فکر نکنیم؟ یعنی ابدا فکر نکنید. اولا ببینید این همه اینها به دست الله سبحانه و تعالی است. همین به دست الله سبحانه و تعالی است. شما فقط آنچه که همیشه در دعای خودتون داشته باشید این است که از الله سبحانه و تعالی حسن خاتمه طلب بکنید. و این حسن خاتمه هم در ایمان، هم در کفن و دفن و قبر و همه اینها رو شامل میشه. از الله سبحانه و تعالی حسن خاتمه نصیب بکنید و بقیه رو بذارید برای الله سبحانه و تعالی، چون الله متعال هیچ بنده مؤمنی رو ضایع نمیکنه. انشاءالله. سلامت باشید. خدا شما خیلی بزرگوار. سلامت باشید. خیلی ممنونم بزرگواریتون. بزرگوار، اگر ما بخوام توی کشوری، یعنی چجوری بگم، ما توی تهران والا آرزوی نما واقعا گرفت
گرفتاری ما داریم، نمیدونم چجوری. حالا من وقتتون خیلی گرفتم، خواهش ان شاء الله توضیح مختصر بدید دیگه بیشتر مدارتون شما. برای یک ثانیه زنده باشید. برای یک ثانیه صداتون قطع شد، من متوجه نشدم سوال اخیرتون. عرض کردم که ما نمیدونیم، ما همه راه دنیا به عنوان ایرانی برامون بسته است. کشور اسلامی هم که با این سرانی که شما فهمیدید وضعیت‌ها مشخص است. اگر هم اوکی باشه ما امکان رفتن نداریم. مثلا در شیراز یا در همین تهران آرزوی نماز جمعه داریم. ما که نماز جمعه اینا دیگه زمانی میرفتیم به اشتباهمون پی بردیم و دیگه اصلا سوار که نمیدونیم چه گناه هم میدونیم، ولی خب واقعا بلا تکلیفیم. کاش که راهی باشه برامون. به هر حال وقتتون زیاد گرفتم بزرگوار. باشه، داریم الله شما رو حفظ کنه، خیر دنیا و آخرت رو به شما همکاراتون بدیم. آمین آمین. شما رو همچنان. برای ما هم دعا کنید. الله مطالبستون کنه. الله مطالبستون بکنه. تشکر شما. من یک حدیثی رو برای شما بیارم. یک برادر موحد، ایشون هدایت شده، امروز در تهران یا شیراز در شهری زندگی میکنه که در آرزوی این است که با مسلمان ها یک نماز جمعه رو با جماعت بخونه، اما براش میسر نیست. مشرکین اجازه نمیدن، اجازه ساخت یک مسجد برای اهل سنت در تهران نمیدن و این در این آرزو هست و با حسرت داره این رو بیان میکنه. برادر عزیز، هیچ حسرت نخورید. من یک حدیثی رو برای شما میگم که بعد از این اصلا به این چیز فکر نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح که مسلم روایت کرده میفرمایند که من طلب الشهادة صادقا اعطیها ولو لم تصبه. کسی که صادقانه شهادت در راه الله رو آرزو بکنه، الله سبحانه و تعالی اجر شهید رو بهش میده ولو اینکه شهید نشه. همین که شما آرزو میکنید الله متعال اجرتون رو برایتون میده. در روایت دیگر خیلی واضح بیان میکنن. این حدیث رو سهل بن حنیف روایت میکنه رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء و این مات على فراشه. کسی که صادقانه آرزوی شهادت در راه الله رو بکنه، الله متعال او را به مقام شهدا میرسانه ولو اینکه در بسترش بمیره. ببینید از لطف و کرم و احسان این دین این است که آرزوی گناه بکنی تا گناه نکنی برات نمی نویسه. آرزوی ثواب بکنی اگر انجامش هم ندی و نتونی انجامش بدی اجرش رو برات می نویسه. روایت دیگری معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت میکنه در ابو داود و ترمذی، میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات او قتل فإن له اجر شهید. کسی که آرزوی شهادت رو در راه الله سبحانه و تعالی بکنه، صادق باشه، صادق، نه این آرزوی الکی، نه، صادقانه آرزو بکنه، الله سبحانه و تعالی اگر او بمیره یا کشته بشه اجر شهید رو برای او عطا میکنه. این رو هدیه میدم به کسانی که امروز در حسرت یک نماز جمعه هستند، در حسرت یک نماز جماعت هستند، با حسرت در گوشه خانه از ترس ظالمین و مشرکین نماز میخونن و حتی نمیتونن آشکار بکنن
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اندوهگین نباشید، ناراحت نباشید، شما برتر هستید اگر مؤمن باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، وقت بخیر. بفرمایید. جناب من فامیلیتونم نمیدونم چیه، از بچه های افغانستان، خب فعلا تهران زندگی میکنم. استاد 3 سوال داشتم. یکی این که جهاد در قبال برادر مسلمان مثلا مثل پاکستان جهاد فرضه؟ مثلا ما میتونیم بریم چجوری به خاک خود دفاع کنیم مثلا؟ یه سوال دیگه هم اینه که ترید یعنی ارز دیجیتال که کارم منه، یعنی کار میکنم خودم، این چجوریه؟ من از کسی نشنیدم که بگن حرامه یا حلاله، اصلا هیچ نظری از علما پیدا نکردم. نظر شما در این باره چیه استاد؟ باشه چشم، صحبت میکنیم در این مورد. تشکر از شما. خواهش میکنم، منتظرم. دوست عزیز، اولا جنگ بین مسلمان و کافر این جهاد گفته نمیشه. یعنی هیچ وقت یک مسلمان به نام دفاع از خاک و دفاع از کشور و دفاع از فلان بگه که من جهاد میکنم با یک مسلمان دیگر. این رو بهش میگن فتنه، این رو بهش میگن جنگ. در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی، من این سوره رو خدمت شما عزیزان، این آیه رو بیارم اینجا نشونتون بدم. بعد از اینکه یک سری مسائل اخلاقی رو بیان میکنه که سبب بروز فتنه و جنگ و اختلاف بین مسلمان ها میشه، دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، سوره حجرات است. من بهش میگم سوره اخلاق و اتفاقا کتابی هم در این مورد نوشتم که عزیزان اگر بتونن در یوتیوب بگذارن در کامنت تجلی اخلاق اسلامی در سوره حجرات. کلا درس های اخلاقی سوره حجرات رو بیان کردم. الله سبحانه و تعالی از اول این سوره میاد ادب با الله سبحانه و تعالی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ادب با الله، ادب با رسول الله رو بیان میکنه. بعد از اون در صفحه بعد کلا در مورد ادب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریقه برخورد با رسول الله. بعد از اون میاد در مورد مسلمان ها، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، در مورد اخبار، شایعات. امروز ببینید وارد فیسبوک میشی، چقدر اخبار دروغ. مثلا در یک منافقی میاد مثلا در یوتیوب مینویسه که امروز یک پاکستانی پرچم افغانستان رو در پشاور با آتش کشید. بعد ببینید که 4 تا احمق دیگر از این طرف میان و این مسئله رو بزرگ میکنن. ظرف 24 ساعت همه فیسبوک پر میشه از 4 تا انسان‌های احمقی که یکی به نام افغانی، یکی پاکستانی به جان هم دیگر افتادن. این آتش رو کی شعله‌ور کرده؟ یک منافق. به ما خاطر میگه که ای مؤمنین، وقتی که خبری میاد، یک چیزی رو میشنوید، برید تبیین بکنید قبل از اینکه کاری رو انجام بدید بر علیه طرف مقابل، که سپس پشیمان بشید. بعد از اون میاد در مورد اطاعت از الله و رسول صحبت میکنه. بعد از اون میاد در مورد غیبت، در مورد رفتار اجتماعی مسلمان ها. بعد میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر 2 گروه از مؤمنان با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، بینشون صلح بیارید. من در شروع برنامه گفتم یعنی عقلا، انسان‌های حکیم در 2 طرف، چه در افغانستان چه در پاکستان، بیان این آتش فتنه رو خاموش بکنن. چون اگر جنگی صورت بگیره بین پاکستان و بین افغانستان، هر 2 ملت متضرر میشن.
هر دو طرف ضرر میبینن و ملت بیچاره پاکستان و ملت بیچاره افغانستان ضرر میبینن. فاصلحوا بینهما، وظیفه مسلمان شده که بینشون صلح بیارن، نه اینکه منم برم آتش این جنگ رو شعله ورتر بکنم. فان بغت احداهما علی الاخرى، لکن یک گروهی به طور مثال پاکستانی گفتن نه ما صلح نمی‌کنیم، ما میزنیم. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک گروهی بغاوت کرد، متجاوز بود، تجاوز کرد، وظیفه بقیه مسلمان ها چی است؟ فقاتلوا التي تبغي، شما باید با اون گروهی که مظلوم قرار گرفته در کنار او بایستید و با اون کسی که بغاوت کرده، ظلم کرده، تجاوز کرده با او بجنگید تا وقتی که آدم بشه. حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه گردن بنهد به امر الله سبحانه و تعالی. فان فاءت فاصلحوا بینهما، اگر که جنگ متوقف شد، هر دو طرف قبول کردن، بینشون چیکار بکنید؟ فاصلحوا بینهما، بینشون صلح بیارید، بالعدل، عدالت بکنید. نه اینکه مثلا پاکستان تجاوز کرده باشه شما بیایید افغانستان رو ملامت بکنید. من دیروز دیدم یک کلیپی که سران پشتونهای پاکستان داشت بر علیه افغانستان صحبت میکرد. بابا من نمیخوام این اصطلاح رو بگم، یعنی اینقدر اینها بیشورن که تو هواپیمای جنگنده نظامی پاکستانی بلند میشه، میره در پایتخت افغانستان نقاطی رو بمباران میکنه، برمیگرده و وقتی که پاسخ داده میشه، حالا تو بگو چرا افغانستان مثلا پاسخ داده؟ متجاوز بوده، تجاوز کرده. همه کشورهای اسلامی امروز باید در کنار کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته بایستند و کشوری که تجاوز کرده رو سر میز مذاکره و صلح بیارن، مجبورش بکنن. صلح بیارید بین اونها، بشی بالعدل، با عدالت، و اقسطوا، و صلح رو برقرار بکنید با عدالت، با مساوات. ان الله یحب المقسطین، و الله انسانهای عادل، عدالت پیشه رو دوست دارد. چرا نباید دو مسلمان با هم بجنگن؟ آیه بعدی جواب میده انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادران هم دیگر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرانتون صلح و آرامش برقرار کنید. واتقوا الله لعلکم ترحمون، تقوای الهی پیشه کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. بعد از اون یک سری مواردی رو بیان میکنه که سبب ایجاد فتنه و جنگ و آشوب میشه. به طور مثال پشتون رو ببینید، ده تاجیکان تو بگوره، ده هزارگان تو بگوره، ده ازبکان تو بگوره، یا با اون تاجیک این پشتونا رو ببین، قوم نمیدونم فلان رو ببین، یا پاکستانی به افغانی طعنه میزنه، یا ایرانی ها مثلا افغانی آشغال رو نگاه کن، یا افغانی ایرانی فلان شده رو نگاه کن. حتی بعضی کسایی که یعنی وضع زندگی و یعنی عقب ماندگیشون به اوج رسیده، ببینید به قوم دیگری طعنه میزنه، خودشو برتر از اون میدونه. الله متعال، چون این یکی از اسباب این درگیری ها و این بدبختی ها چی است؟ همین تحقیر کردن قوم دیگری، مسخره کردن قوم دیگری، طعنه زدن، خود بزرگبینی، برتر دانستن. آقا ما 5000 سال تاریخ داریم، 2500 سال تاریخ داریم، ما ندونم فلان داشتیم، ما این داشتیم، اون داشتیم. در آیه بعدی اینو میاد علاج میکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یک قوم دیگری رو مسخره نکنن، شاید اونا بهتر باشن در نزد الله متعال از این کسانی که اونا رو مسخره میکنن. و بعد زنا رو هشدار میده ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، زنها یک دیگر رو مسخره نکنن. ولا تلمزوا انفسکم، هم دیگر رو به عیبجویی و یه چیز یاد نکنید. ولا تنابزوا لقب نگذارید، و این متاسفانه شایع است در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان. میگی مثلا محمود، میگه کدوم محمود؟ لنگ محمود، کور محمود، شل محمود، اسم میگذارن سر مردم، لقب میگذارن سر مردم، فلانی کچل، فلانی کوتاه، فلانی دراز، فلانی اینا لقب گذاشتن مخالف ایمان است. الله متعال میگه بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چقدر بد است که نام فاسق به شما بگذارن بعد از اینکه
اسم مؤمن رو یدک میکشیدید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، و کسی که توبه نکند او از جمله ظالمان است. آیه بعدی در مورد گمان بد، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان بد نکنید. بعد از اون میگه ولا تجسسوا، جاسوسی هم دیگر رو نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، هم دیگر رو غیبت نکنید. همه اینها برای سلامت جامعه است. تهمت زدن، غیبت کردن، القاب زشت گذاشتن، همه اینها سبب مشکلات اجتماعی میشه در جامعه. امروز یک زنی میره مثلا در یک مهمانی یک حرفی میزنه در اونجا در مورد یک زن دیگه، زندگی اونو تباه میکنه. فردا کارش با شوهرش به طلاق میکشه از یک حرفی که یک زنی در یک مجلسی گفته. بعد از اون غیبت رو خیلی زشت ازش الله متعال یاد میکنه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارید که برادرتون که مرده باشه گوشتش رو بگیرید بخورید؟ فکرهتم، چقدر بدتون اومد، چقدر چندشتون اومد از این مثال. واتقوا الله، تقوا پیشه کنید، غیبت نکنید. غیبت کردن مانند این است که گوشت برادر مرده تو باید بخوری، مثل اون میمونه. بعد از اون یک نقطه‌ای میگذاره در اینجا الله سبحانه و تعالی برای همه کسانی که به دنبال این اصل و نسب و قوم و قبیله و کشور و نژاد و نمیدونم تاریخ و فلان هستن. یا ایها الناس، ای انسان ها، همتون، روسی، چینی، آمریکایی، افغانی، ایرانی، هندی، پاکستانی، عرب، عجم، همه، سرخپوست، سیاه‌پوست، سفیدپوست، یا ایها الناس، همه را خطاب قرار بدید. این جمله خطاب‌های بین‌المللی قرآن است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم. یعنی همتون با هم خواهر و برادرید. برگردید به انسان اول، آدم و حوا. ولو اونایی که معتقد به تکامل و فلان هستن، همتون فرزندان یک میمونید. به زبان اونها بگیم اینطوری میشه. اما الله متعال میگه همه شما فرزندان یک زن و مردید، آدم به حوا. و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، شما رو قوم قبیله قرار دادیم فقط به خاطری که همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. معیار تقواست، معیار خوب بودن است. حتی در نزد همون کسانی که به آیات الهی اعتقاد نداشته باشن، به قرآن اعتقاد نداشته باشن، معیار انسان خوب بودن باید باشه. معیار این نباشه که من ایرانیم برترم، من فلانم برترم، من نمیدونم اینم برترم. نباید این معیار باشه. معیار باید تقوا باشه، معیار باید پرهیزگاری باشه، معیار باید در نزد انسانها ایمان و تقوا و پرهیزگاری باشه، نه اینکه به نام قوم و قبیله و کشور و نژاد و تاریخ همدیگر رو مسخره بکنیم و به جان همدیگر بیفتیم. و این دوستان اشاره میکنن که لینکش رو گذاشتن در یوتیوب. حتما این کتاب رو مطالعه بکنید، تجلی اخلاق اسلامی در سوره حجرات، در سایت کتابخانه عقیده هم هست، در سایت اسلام هاوس هم هست. کلا بحث اخلاقی سوره حجرات هست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال داشتم از شما. از برادر انصاری هستی؟ بله بفرمایید. بله آیا من از جرمنی زنگ زدم. مدت 25 سال است من اینجا زندگی میکنم. الحمدلله پروگرام خودتان از وصالت سابق بود و همه علما را میشنوم. و یک سوال داشتم درباره امی که به حساب کسایی که در اروپا کار میکنن و اصطلاح تاکسی فاره می باشه یا الکاوی فاره، اما ترک فاره، کسایی که موتورای باربری میبرن. و سوال اینجا خلق میشه که آب هست، چون که آب باشه تیمم جایز نیست. الله متعال هم میگه و در احادیث رسول مقبول هم از جایی که آب باشه تیمم اجازه نیست. ولی آب هست اونجا
گنجایش امو اوضو نیست، ولی دست پای میشه، ولی امو استنجا به اصطلاح فارسی ما میگیم گنجایشش نیست، جایش نیست. و این از یگان علمای عربی پرسان کردیم شافی و بعضش میگه که شما حال میتونین امو امکاناتی که اگر اونجا نباشه همین کاغذهای تری که آل عرف وجود داره در اروپا شما میتونین با او هم مثلا مثال نجاست پاک کنین از هیچ که تا نماز ترک شه و دست و روی تا نمیتونین با مو دستشویی مثلا بشورین، چون که نماز ترکش خودش یک گناه کبیره است، ولی امو کاغذ این امو ششتن معنا داره، پاک میشنسان چون که نماز ترک نشه. به خاطر که ما ارج یا ترک یا تکثیر اینجا خب قانون ملک اسلامی نیست که آدم استاد کنه و درآید اوجه وضو بگیره، چون دمو دفتر است ولی به اون شکل مسلمانیش نیست که آدم امو نجاست پاک کنه. درست. ببینید برادر عزیز، یعنی جمهور علما به این اعتقاد دارن که استنجا کردن با آب بهتر است. در صورتی که آب نباشد، آب کم باشد، استنجا کردن با مندیل با به اصطلاح ورقایی که در توالت استفاده می شود، چه خشک باشد چه ورقایی که تر باشد، این استنجا درست است، یعنی اشکالی ندارد. در مذهب حنفی یک کمی مسئله را سخت گرفتن، کم استنجا با آب باشد و هم با کاغذ تشناب به اصطلاح معروف یا با کلوخ و با اینها، لکن در صورت نبودن آب کسی که با کاغذ توالت یا با کاغذ تشناب به اصطلاح افغانها استنجا بکند نمازش درست است، وضوش درست است، اشکالی ندارد. حتی در قضیه وضو کردن وقتی که آب کم باشد، ببینید مثلا شما یک بطری کوچکی آب دارید، این بطریایی که حدود 300 میلی لیتر آب میگیره، نه بطریای کوچکی برای نوشیدن کس، یک بطری کوچک آب دارید و بیشتر از اون ندارید، در سفر هستید، در راه هستید، شاید نزدیکترین مغازه‌ای که شما می‌رسید بعد از 100 کیلومتر راه باشد، وقت نماز مغرب شد، می‌خواید وضو بگیرید، شما با همین بطری آب می‌توانید وضو بگیرید. به جای اینکه مثلا صورتتان را 3 بار بشورید، 1 بار بشورید. به جایی که مزمزه و استنشاق 3 بار بکنید، 1 بار بکنید. متوجه هستید؟ 3 بار حتما شرط نیست. 3 بار حتما شرط نیست. وضوی شما درست می شود. چون که اصلا 3 بار سنت است. یعنی اما کسی که در صورتی که آب کافی نداشته باشه 1 بار انجام بده، وضوش درست است. زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. تشکر. خداحافظ شما. تشکر. وقت برنامه به پایان رسیده. این آخرین تماس رو هم میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. 1 دقیقه وقت داریم، بفرمایید، خیلی کوتاه مختصر. استاد سوالم راجع به شکار است، اگر شاید طول بکشه. اگر پس روز جمعه انشاءالله در برنامه تماس مستقیم در خدمت شما خواهم بود. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. سلام باشید. تشکر از شما، تشکر از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودند. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني